اما دوم قرنتیان دفاع پولس از رسالت خودشه. بعضی از ایمانداران قرنتوس به تعالیم پولس به عنوان رسول حقیقی و دارای رفتار خداپسندانه واکنش نشون دادن و پشیمانی خودشون رو هم ابراز کردن و توبه کردن. اما بعضی دیگه پولس رو رد کردن و گفتن که نه، این اعتبار نداره، اعتبار ندادن بهش، گفتن حرف زدن بلد نیست، گفتن همین ایرادایی که شما امروز میبینید اینا از همون موقع وجود داشته. به پولس هم این ایرادا رو میگرفتن، یعنی چپ میرفت میگفتن نه این چپ میره، نمیدونه باید راست بره، راست بره میرفت میگفتن نه این راست میره، نمیدونه باید از سمت چپ بره. هر کاری که میکرد بالاخره یه عده اینوری بودن یه عده اونوری بودن. اما رساله دوم که ما تحت رساله دوم قرنتیان میشناسیم چهارمین نامه ایه که پولس به ایمانداران قرنتوس نوشت و توی این نامه به پرسش های اونها جواب میده. در همین نامه پولس به قرنتیان میگه که زندگی تغییر کرده اونها دلیلی زنده برای اعتبار خوانده شدگی و خدمت پولس به عنوان مبشر و رسول خداست. در دوم قرنتیان 3:1 و 2 میگه آیا ما نیز به خودستایی پرداخته ایم؟ آیا ما مثل دیگران از طرف شما یا برای شما به سفارشنامه محتاجیم؟ بهترین سفارشنامه ما شما هستید، سفارشنامه‌ای که در دلهای ما نوشته شده تا تمام مردم آن را بخوانند و بفهمند. چی دارین میگین؟ شما از من سفارشنامه میخواین، تاییدنامه میخواین؟ تاییدنامه من شما هستین. تویی که الان ایمان داری، من به تو بشارت دادم، من به تو آموزش دادم و تو شدی این، خب تو خودت سفارشنامه ای دیگه، تو خودت دلیل و گواهی هستی بر درستی من، مگر اینکه تو درست نباشی. که اگر نیستی پس دیگه چه سوالی داری میکنی، اصلا چه ادعایی داری؟ این چیزا پیش میاد، این چیزا هست واقعا. همین الان هم هست. مثلا میگم فلانی رو کی دستگذاریش کرده، فلانی از مشروعیتش از کجا میگیره؟ مشروعیتش از کارش داره میگیره، مشروعیتش داره از اون کسانی میگیره که دارن ازش پیروی میکنن، از اون کسانی که دارن ازش آموزش میبینن. از این واضحتر چه چیزی هست؟ آیا یک نامه از فلان دانشگاه یا یک نامه از فلان کلیسا یا یک نامه از فلان خادم، تاییدنامه، معتبرتر از این آدماییه که آموزش دیدن و شدن این چیزی که هستن؟ میبینید در دوران پولس هم همین داستان وجود داشت. آیا از اورشلیم نامه داره؟ آیا از کسانی که با مسیح بودن، جزء حوارین، جزء اون 12 نفره؟ جزء 12 نفر که نیست که، پس نه این رسول نیست. این که وقتی مسیح بود دنبال مسیحا بود که بره مسیحا رو بکشه، که مسیحا رو اذیت کنه، که یعنی اونو میدیدن و امروزی که این جانش رو گذاشته نمیدیدن، میگفتن خب این نه بابا، این چیز بوده، این فریسی بوده، نمیتونه باشه. امروزشو نمیدیدن یا با امروزش کار نداشتن، نمیخواستن ببینن. یعنی که عزیزان بعضی وقتا اگر شهادت میدین مواظب باشین، چون فردا یه دفعه میشنوی که بهت میگن تو معتاده ای، یا این اون معتاد، و با این معتاد بوده. کسی که نمیفهمه اینطوری به تو میگه، امروز تو نگاه نمیکنه، میدونی، میگه نه این معتاد بوده، نه با این از اون مسلمونا بوده که چادر چاخچول میکرد، امروز نگاه نمیکنه که تو چجوری هستی، میگه با این چیز بوده، نماز شب میخونده صبح شب تا صبح. امان از آدمهای عامی و کم سواد. مشکل دنیا آدمهایی هستن که عامی هستن، چون این حرفا رو آدمای عامی میزنن و عوام معمولا اکثریتن، مشکل سازن متاسفانه. پس اولیش در رساله دوم واکنش مردم قرنتوسه که ایمان میارن، بعضیا هم رد میکنن. دومین مسئله اینه که دومین بخش این رساله اینه که پولس جواب میده به خیلی از سوالا، و سومیش اینه که پولس میگه که زندگی های تغییر یافته شما دلیل بر رسالت منه. میدونید؟ و چهارمین مورد اینه که پولس توضیح میده توی این نامه که رسولان حقیقی به خاطر انجام اراده مسیح رنج میکشن
و خود پولس هم در رنجی که داره میکشه خوشحاله. و پنجمین مطلب در این نامه اینه که در همین رنج ها میگه ما خوشی میکنیم، چون زمانی که ضعیف هستیم در مسیح قوی هستیم. دوم قرنتیان 12:9-10 میگه اما او در جواب گفت فیض من تو را کافی است. خدا بهش گفته، چون قبل از این میگه که خداوند زخمی رو، خاری رو در بدن من گذاشت، یعنی یک رنج بدنی، و 3 بار از خداوند خواستم که اینو از من برداره، اما او در جواب من گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، جفاها و مشکلات را با آغوش باز میپذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم.